برادران الان ما قرار داریم در طرف مروه. در طرف مروه هستیم. برادران کمی درباره همه جا صحبت میکنیم، درباره کوه صفا و مروه. حضرت ابراهیم علیه السلام، پیامبر اولوالعزم الهی، بعد از اینکه سالهای بگیم طولانی صاحب فرزند شد و به نهایت خوشحال بود که در سن پیری فرزنددار شده است، صاحب یک پسر به نام اسماعیل که این هم پیامبر الله است. و در این حالت خرسندی باز امتحان سخت‌تر بالای ابراهیم علیه السلام آمد و الله چه دستور داد که همین فرزندی که الله سبحانه و تعالی در سن سال پیری به او داده است که الان در طفل هست، بگیم در لولک هست، همین را گرفته برای در یکی از سرزمین های به آب و علف بگذارد. در یکی از زمین های به آب و علف که این همی جا بود، این همی نزدیکی مروه، جایی که من نشستگیم، این همی نزدیکی همی جا بود. و ابراهیم علیه السلام ای فلسطین این همسرش هاجره را همراه فرزندش اسماعیل گرفت و روانه همی سرزمین شد و آمد در اینجا نه آب بود نه علف بود، یک سرزمین قمزار بود. و ابراهیم علیه السلام همسرش همراه فرزندش در همینجا گذاشت و به سوی فلسطین میخواست بر بگردد. هاجره مادر اسماعیل علیه السلام گفت ای ابراهیم، چرا ما را اینجا میگذاری؟ اگر به من رحم نمیکنی به طفل رحم کن. چرا ما را اینجا میگذاری؟ گفت فرمان الله هست. وقتی همسرش شنید گفت فرمان الله که باشد، الله هیچگاه ما را خوار نمیکنه، در چیز دیگری نگفت. و وقتی که در اینجا ایستادند، خی کودک در این گرما تشنه ماند و هاجره شیری نداشت که کودک بخوراند و کودک گریه میکرد از گرسنگی. هاجره میدوید طرف کوه صفا، میدوید مروه، میدوید صفا، میدوید مروه. این حالت 6 بار رخ داد و بالاخره دفعه ششم که در کوه صفا بود، نگاه کرد در نزد فرزندش در طرف مروه، این همی جایی که من نشستم، در همینجا در بالای طفلش ملائکه ایستاده است. و دوید آمد که حضرت جبرائیل علیه السلام است. حضرت جبرائیل علیه السلام گفت ای زن، شما را کی اینجا گذاشت؟ گفت پیامبر الله ابراهیم. گفت با کی واگذاشت شما را؟ در نزد کی گذاشت؟ گفت ما را به الله واگذاشت، ما را در نزد الله واگذاشت. گفت اگر در نزد الله واگذاشته باشد، الله شما را خوار نمیکنه. و با قناتش به زمین زد و از همین جا آب زمزم برآمد. و شما میدانید که در کجایی که آب برآمد، حیات در همون جا می شود، آغاز می شود. و در این رای کاروانگذار به سرزمین قبیله به نام قبیله جرهم که از یمن بودن به این سرزمین میگذشتند و نگاه کردند که پرنده ها همین خیلی دور زده ایستادند در آسمان و پرنده ها در جای دور میزنند که در اون سرزمین آب باشد. حیران شدند، گفت در این سرزمین آب نیست، وجود ندارد، چرا این پرنده ها دور میزنند؟ و خواستند بسنجند. وقتی که آمدن در اینجا دیدن که چشمه هست، در نزدش یک زن یک کودکی است. و این قبیله از هاجره همسر ابراهیم علیه السلام اجازه خواستند که در اینجا زندگی کنند و هاجره مادر اسماعیل علیه السلام به آنها اجازه زندگی داد و در همینجا زندگی کردند و میگیم که حیات در همینجا آغاز شد. حیات فرزند ابراهیم علیه السلام اسماعیل، مادرش و قبیله جرهم. و اسماعیل علیه السلام
هم زبان عبرانی را میدانست و هم زبان بگیم که اهل یمن و بالاخره در اینجا به وایه رسید و اسماعیل علیه السلام از خردی اسب دوانی را بسیار دوست می داشت. بسیار اسب دوان خوب بود. حالا شما بسیار از تاریخ های پیامبران را نمیدانید. خیال میکنه که فقط همین یک جای نماز نه فقط همین یک جای نماز داشتن نماز می‌خواندن. اونها در راه الله تمامی قوایی که الله بر آنها داده بود استفاده می‌بردند. تیرانداز بهترین بود اسماعیل علیه السلام. اسب‌دوان بهترین هم بود. و در بین این قبیله جرهم به وایه رسید و بگیم که از این قبیله خانه‌دار شد، همسر گرفت و ابراهیم علیه السلام گاه می آمد از حال فرزندش خبردار میشد. و ابراهیم علیه السلام گاه می آمد از حال فرزندش خبردار میشد و در زمانی که او همسر داشت ابراهیم علیه السلام به همین سرزمین آمد و همسرش ابراهیم علیه السلام نشناخت. خانه اسماعیل در آمد. ابراهیم علیه السلام به نهایت پیرانسال بود و از زن اسماعیل علیه السلام پرسید. گفت او در سفر است. گفت زندگیتان چگونه هست؟ از زن اسماعیل علیه السلام از زن فرزندش پرسان کرد. این زن بسیار شکایت کرد. به نهایت بگیم که زنی ناشکر بود. هست امروز زنها. امروز بسیاری زنها همین خیلی انا که تو فلانی واری نیستی، انا که تو خیلی نیستی، نه او فلانی خیلی است، اون دیدی نه او خیلی شد. آخه خیلی فلانی همین خیلی شد که جا آمدی ما را گرفتی، همون فلانی را میگرفتی. همین خیلی جواب بگیم به همین زنها. بسیار ناشکر بود. بسیار شکرت فهمید که از این زن فرزند صالح به دنیا نمی آید و این زن هیچگاه خوشبخت نمی شود. و این زن گفت وقتی اسماعیل از سفر آمد سلام مرا برسانش و بگو در خانه‌ش عوض کند. و وقتی که اسماعیل علیه السلام از سفر برگشت این زن همین قصه را بروش کرد که مسافری آمد همین خیل و از من همین سوالا را کرد و همین خیل گفت که در خانه‌ش عوض کند. و اسماعیل علیه السلام گفت که او پدر ما بود است و دستور داده است که من ترا طلاق بدم. و اسماعیل علیه السلام این زنش طلاق داد و زن دیگر گرفت. بعد گذشت چندین سالها ابراهیم علیه السلام باز آمد این دفعه دید خانه اسماعیل در آمد. گفت شما کی هستی؟ گفت من همسر اسماعیل هستم. اسماعیل در کجا؟ گفت در سفر است. گفت زندگیتان چگونه هست؟ این زن به نهایت شکر گفت الحمدلله. بسیار زندگیش تعریف کرد. از زندگیش بسیار راضی بود. هرچند شرایطش خوب نبود ولی فقط در زبانش کلمه شکر بود. ابراهیم علیه السلام گفت اسماعیل که از سفر آمد سلام مرا بر او برسان و بگو درش محکم نگه بدارد. وقتی اسماعیل علیه السلام از سفر آمد و همسرش همین قصه را نقل کرد و گفت همین خیلی پیرمرد آمد برده سلام گفت و گفت در خانه‌ش محکم نگه بدارد. و اسماعیل علیه السلام گفت او پدر من بود و دستور داده است که تا آخر حیات همراه تو باشد. دیدین این چی بود؟ دستور عمل خلیل الله، دوست الله، ابراهیم علیه السلام. این عیبت کوتاه حکاک زندگی ابراهیم و اسماعیل علیه السلام در همین مکان.
الله صف شما واری زنها را زیاده بگرداند. الله صف شما واری زنها را در دنیا زیاده کند که به نهایت کم هستید. به نهایت کم هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره سبع می فرماید اعملوا آل داود الشکر و قلیل من عبادی الشکور. ای خاندان داود شما شکرگزار باشید، به درستی بندگان شکرگزار بی نهایت کم هستند. بی نهایت. برای همه بسیار شکرگزار باشید که بندگان شکرگزار در دنیا بی نهایت کم هستند. و قلیل من عبادی الشکور. بسیار اندک هستند بندگان شکرگزار. اینا نگاه کنید. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که همراه اسماعیل علیه السلام خانه الله را بنیاد کردند، کعبه را بنیاد کردند، کعبه را ساختند و الله سبحانه و تعالی و ابراهیم علیه السلام دستور داد که مردم به حج دعوت کنند و از این بالحج مردم به سوی حج دعوت کنند. حضرت ابراهیم علیه گفت دستور داد الله که به ابراهیم که به کوه برآید و مردم به سوی حج دعوت کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت آخه ما اینجا کی مرا صدای مرا میشنود که من مردم دعوت کنم؟ الله گفت که تو برای مردم دعوت کن، او رسانیدنش بر ما هست، ما میرسانیم به مردم. و آنها از تمام دنیا سواره و پیاده حتی در شترهای لاغر چیکار میکنند؟ سواره و پیاده و خسته و نشسته خودشان به این سرزمین میرسانند. نگاه کنید، ابراهیم علیه السلام فرمان الله گفته برآمد و در کوه صدا کرد که آواز او را کسی نمیشنید. نه که امروز آوازش نگاه که الله گفت رسانیدنش به ما هست، آوازش بر تمامی دنیا امروز میرسد و تمامی این مردمی که میبینید از تمام مناطق دنیا و خاطر زیارت خانه الله میآیند. درس میتیم و فقط در این سرزمین هستیم. فقط ما در این سرزمین هستیم. میشوه روی کنی اینجا میشوه و اینجا را روی همش میشوه. میشود و اینجا را بیا میشوه.
اینجا قیمت از اون سورس همین $4000 میشه برای که اینجا کوارتیره و خوراکش از خودش هم میخیره.
تمام کردی؟ های میریم. های برادرها در امان الله، الله نگهبان باشد. تا برنامه